و همونجا ایده آوردن یک برند شراب ایرانی به ذهنم رسید. قبل از نوشین من سالها حدود 15 سال به عنوان CPA در حوزه مالی فعال بودم که اتفاقا آشنایی من با صنعت شرابسازی از طریق یکی از پروژه‌های درسی همین دوره CPA بود. من همینطور که روی این پروژه کار می‌کردم به این صنعت خیلی علاقه‌مند شدم و همونجا ایده آوردن یک برند شراب ایرانی به ذهنم رسید. دوره‌های تخصصیش رو ثبت نام کردم در یک دانشگاهی در سونامای کالیفرنیا. پروژه خودم رو به عنوان پروژه درسی تحویل اساتید میدادم. هر باتل از واین ادای احترامی باشه به یکی از شهرهای ایران یا یکی از نمادهای طبیعی ایران. برای اینکه بیشتر با صنعت جین آشنا بشم، دوره‌های مربوط به اون رو برداشتم در یک کالج در اسکاتلند و اونجا بود که با خودم گفتم این همون پروداکته که من میتونم یه قسمتی از خاک ایران رو بیارم بذارم توش و به دنیا معرفی کنم. اینطوری شد که از پروژه شراب‌های ایرانی رسیدم به نوشین.